سوره تکویر یعنی پیچیدن در مکه نازل شد. از 29 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا الشمس کورت. چون خورشید بفروغ یعنی خیره شود. و اذا النجوم کدرت. و چون ستارگان فرو ریزند. و اذا الجبال سیرت. و چون کوه‌ها از جای خود به جا بشوند. و اذا العشار عطلت. و چون شتران حامله به حال خود گذاشته شوند. و اذا الوحوش حشرت. و چون جانوران وحشی جمع آورده شوند. و اذا البحار سجرت. و چون دریاها آتش گیرند. و اذا النفوس زوجت. و چون روحها با تنها یک جایه گردند. و اذا الموءودة سئلت. و چون از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که بأی ذنب قتلت. به چی گناه کشته شده است. و اذا الصحف نشرت. و چون صحیفه ها باز شوند. و اذا السماء کشطت. و چون آسمان از جای خود کنده شود. و اذا الجحیم سعرت. و چون جهنم افروخته گردد. و اذا الجنة ازلفت. و چون بهشت را پیش آورند. علمت نفس ما احضرت. هر کس بداند که چی حاضر آورده است. فلا اقسم بالخنس. سوگند به ستارگان بازگردنده. الجوار الکنس. سیر کننده غایب شونده. واللیل اذا عسعس. و سوگند به شب چون تاریک شود. والصبح اذا تنفس. و سوگند به صبح چون بدمد. انه لقول رسول کریم. که این سخن رسول بزرگوار یعنی جبرائیل علیه السلام است. ذی قوة عند ذی العرش مکین. نیرومند در نزد الله عرش صاحب آبرو. مطاع ثم امین. آنجا در نزد الله فرمان روایی باوریناک است. و ما صاحبكم بمجنون. و هم صحبت شما دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین. البته او را یعنی جبرائیل را در افق روشن دیده است. و ما هو علی الغیب بضنین. و آنچه را از غیب به او گویند دریغ نمی دارد. و ما هو بقول شیطان رجیم. و آن سخن شیطان رجیم نیست. فأین تذهبون. پس به کجا می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین. این کتاب پند است برای جهانیان. لمن شاء منكم ان یستقیم. برای هر کس
از شما که بخواهد به راه راست افتد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین. و شما نمی خواهید غیر آنچه را که پروردگار جهانیان خواسته باشد.